روزنامه سوابودنایا براسایا روسی راپورته که درباره اگر آرادسکرنا باجاری حلبیج با ولایت ترکیه و پرچکرنا سوریه بلاف کرد. اره لگوری روزنامه روسی در راپورت خود بلاف کریه که به شهری مزن جخاکا سوریه دبین کنترل رژیم اسد دیه. بشه دوم دبین دسته پیده دیه و بشه سیم دبین کنترل ترکیه دیه ناوانده ارتش آزاده سوریه. همان روزنامه روسی بحثا خواسته سروک رژیم سوریه بشار الاسد درباره درخستنا عالیم بیانی جی سوریه کرد و روزنامه داخویا کرن که بشار الاسد به هنگاوه و یکی داخویا کرن که نکاریه آرامی و اولهی وگرین سوریه و دی جنگه دا جیب سرنکتیه. امان روزنامه دازانین که اگر هیا که ولات روسیه خوش سوریه وکشینه و جبر سدمین اولهی ترکیه نچاره که دی سوریه دا بمینه جبر که سوریه یک جوالاتین در دوره جی ترکیه را و تو نیاز سروک رژیم سوریه بشار الاسد دروبروبونا ترکیه دنینه او جیل گوری کومدیاین ترکی بلاف کرنه. گریدای و مجاری روزنامه نافهاتی آمجه بویه که کر که بریا دست بکرنا شر نافخوایی لسوریه باجار حلبه رجای 11 جسادی جهجمارا گشتیان اشتجین سوریه الخودگرد لدیدمان هاده تنه 9 میلیون الخودگره او جی جبر پیلا کوچبریه یامزن برف ولات ترکیه. سربار کرجی کوچبروان سدمان ولات ترکیه گهدان دیده دوباره آواکرنا باجار حلبه و پیک آنینا آرامیل باجر تا که ولاتین سوریه دجیانه که آرام ده بجین. جبر ویه که ولات ترکیه ده دمان هاده آمده بونا خواه درباره دوباره آواکرنا باجار حلبه را دگهینه. همان روزنامه آمجه کرد که انقره آمده که باجار حلبه بریوه ببه او جیب مرجع پیشکش کرنا کماییان جعالی رژیم اسد و مینا کشاندنا اسد جا ارتشا خواه و کنترل کرنا ترکیه بگشتی جواجار حلبه را. اره درباره دانوستاندن درباره دوباره آواکرنا واجار حلبه جعالی ترکیه و مدیاین ترکی را گهاندن که اسد دوان دانوستاندنان دوشدار نابه و او ارک و به موسکوی بیس پارتن که اگر هیا اویک به بسده ما انجام دانا هننا کوکیان نابرا ترکیه و روسیه ده. ده داویه ده روزنامه روسی آنافهاتی والکشان سرویه که سروک رژیم سوریه بشار الاسد و رکتن قط ناپجرینه و بکار آنینا هزیل دجیوه دوی دمه ده نگرنگه.